وقتی یه وسیله دستساز میخری تو فقط یه وسیله ساده نخریدی. تو داری بخشی از قلب و روح کسی رو میخری که با عشق و حوصله اونو ساخته. داری ساعتها فکر، تلاش، آزمون و خطا، خستگی و لبخند رو میخری. اون چیزی که تو دستته فقط یه شی نیست، یه تیکه از رویای یه آدمه. وقتی میخریش داری یه خاطره رو میخری، داری داستان یه آدم رو تو خونت جا میدی و این زیباترین نوع خریده. چقدر قشنگی واسم، همونی که میخواستم. ببین چطور نشسته عطرت روی لباسم. رسیده شب یلدا، مهمون میاد به خونه، کنار هم میخوریم انار دونه دونه. یعنی کی میتونه باشه ها؟ کیه؟ یعنی کیه؟ خیلی خوش آمدید. خونه یه مادر بزرگ آیفون تصویر داره، خونه یه مادر بزرگ شاری و خنده داره. رسیده شب یلدا، مهمون میاد به خونه، کنار هم میخوریم انار دونه دونه. شب یلدای امسال کالجوز اومد به خونه، کیفیت و زیباییش اسمش یادت بمونه. خونه یه مادر بزرگ آیفون تصویر داره، خونه یه مادر بزرگ شاری و خنده داره. خونه یه مادر بزرگ آیفون تصویر داره، خونه یه مادر بزرگ شاری و خنده داره. ننه جلداتون مبارک، کالیوز آیفون تصویری هوشمند. چقدر قشنگی واسم، همونی که میخواستم. ببین چطور نشسته عطرت روی لباسم. چقدر قشنگی واسم، همونی که میخواستم. ببین چطور نشسته عطرت روی لباسم. وقتی یه وسیله دستساز میخری تو فقط یه وسیله ساده نخریدی. تو داری بخشی از قلب و روح کسی رو میخری که با عشق و حوصله اونو ساخته. داری ساعتها فکر، تلاش، آزمون و خطا، خستگی و لبخند رو میخری. اون چیزی که تو دستته فقط یه شی نیست، یه تیکه از رویای یه آدمه. وقتی میخریش داری یه خاطره رو میخری، داری داستان یه آدم رو تو خونت جا میدی و این زیباترین نوع خریده. کلیپو فقط خانومای خونه‌دار تماشا کنن. شماها تو خونه نشستید ماهی چند میلیون برای خانواده سودآوری دارید؟ یه خانواده 4 نفره 3 وعده غذا بیرون بخرن میشه روزی 2 میلیون، ماهی 60 میلیون. خانم خونه‌دار 10 میلیون از شوهرش میگیره، غذا همیشه آماده است. اینجا 50 میلیون سودآوری. بخوای خونه رو تمیز بکنی هفته 2 روز یکی از بیرون بیار، ماهی 10 میلیون. خانم خانه‌دار رایگان. شستشوی لباس‌ها برو خوش‌رویی، ماهی 15 میلیون. خانم خانه‌دار رایگان. درس کار کردن با بچه‌ها و معلم خصوصی هر روز شدن، ماهی 20 میلیون. خانم خانه‌دار رایگان. پرستاری و مراقبت دائمی از بچه‌ها، یکی از بیرون بیار، میشه 30 میلیون. خانم خانه‌دار رایگان. بماند محبت و هزار تا کار دیگه‌ای که خانم خانه‌دار رایگان توی خونه انجام میده. برای همچین خانومای روز زن چی باید گرفت؟ میگم یه خانم شاغل بودنم خیلی قشنگه ها. صبح که چشاتو باز میکنی میری سر بیزینس خودت، سر کار خودت. نه وقت واسه دور الکی داری، نه رفیق بازی الکی، نه مهمونی و حرفای الکی.
حاشیه کمتر، ذهن آرومتر، زندگی با کیفیت‌تر. ساعت تقریبا 2 صبح. ببین تا الان سر کارم وایسادم و خوشحالم که وقتم و عمرم و انرژیمو دارم واسه پیشرفت و زندگی خودم خرج میکنم. چیزایی که کاش قبل از 30 سالگی بدونیم. هر چقدر که نیاز داری از اول